بسم الله الرحمن الرحیم. یک سوال اومد که آیا در زمان علی بن ابی طالب که مسلمان ها در جنگ داخلی بودند فتوحات دوام یافت یا نه؟ اون چنانه که در زمان ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی النورین بود. خب جواب سوال این است که برادر عزیز، اولا فتوحات این یک استراتژی نبوی بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم گاه جو اشاره هایی میکردن که شما فلان جا رو فتح خواهید کرد، بسمدان جا رو فتح خواهید کرد و در نوازدین ترین حالتهایی که مسلمانان قرار داشتن، مثلا در جنگ خندق وقتی که سنگ رو میزدند و خندق میگفتن، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که الله اکبر، گفتن خدا بزرگ است، قصرهای کسرای که خسرو ایران فتح شد یا قصرهای بیزنطه فتح شد. یعنی همه این چی بود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم نیت هایی که داشتن برای اونها با این بازگو میکردن که یک نبوت هست، پیشگویی هست. غیر از این مثلا گفتن که لا تفتحون القسطنطینیه، قسطنطین رو فتح خواهید کرد و دیگر حدیث هایی که به همین اشاره میکنه. بنابراین هر شخصی که جانشین پیامبر میشد باید به همین استراتژی نبوی باید پیش میرفت که شد. ابوبکر اومد جانشین پیامبر علیه السلام و این راه رو پیش گرفت و عمر بن الخطاب رضی الله عنه اومدن عیناً همین کار رو، عثمان بن عفان اومدن عیناً همین کار رو، علی بن ابی طالب اومدن عیناً همین کار رو پیش بردن. خب البته پیش فتوحات در زمان علی نیز بود، لیکن نه به اون شکلی که در زمان عثمان و عمر رضی الله تعالی عنهم بود، نه در زمان ابوبکر صدیق. خب در نهج البلاغه که مجموعه خطبه ها و نامه های امام علی رضی الله تعالی عنه است، در خطبه 146 میگویند علی بن ابی طالب، یعنی اینجا از علی بن ابی طالب مشورت پرسیده می شود، نه اینکه خاص بیاند و علی را پرسند، بلکه اونجا یک وقتی که نامه عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه به عمر بن الخطاب می آید که اون را ابن الاعثم در کتاب الفتوح می نویسد. ابن الاعثم این یک مؤرخ شیعه هست، میگوید که عمار ابن یاسر به عمر بن الخطاب نوشته گفت که یا امیر المؤمنین ان اهل الری و سمنان و ساوا و همدان و نهاوند و اصفهان و قم و قاشان و راوند و اصفهان و غیر من و آذربایجان قد اجتمعوا بارض نهاوند. ای امیر المؤمنان، مردم ری، مردم سمنان، مردم همدان، مردم اصفهان، مردم آذربایجان، مردم فارس، کرمان و غیره جمع آمدند و همگی 150,000 شدند و قصد دارند که مدائن را از نو گیرند، یعنی که تیزفون را از نو گیرند و کوفه را گیرند و ما را شکست دهند. بعد عمار ابن یاسر میگوید که رضی الله تعالی عنه و قد حالنا ذلك، یعنی که این چیز ما رو خیلی اندوهگین کرده و غمگین کرده و چیکار کنیم؟ یعنی به شما نوشته استادم میگه تا اینکه ما از شما مشورت کنیم. بعد میگه که والله حالنا ذلك و ما اتانا من امرهم و خبرهم و كتبت هذا الكتاب. بعد عمار ابن یاسر دوام داره میگه که همین چیزی که این دشمن 150,000 جمع شده است ما رو گویم که ناراحت کرده ایستاده است و من به شما نوشتم میگه و كتبت هذا الكتاب الى امیر المؤمنین لیکون هو الذي يرشدنا و على الامور يدلنا، تا اینکه ما رو دلالت کنیم، برای ما راه نشون دهید. میگن که وقتی که عمر بن الخطاب همین نامه رو میخوان، یعنی که از قهر و از غضب وقتی که بالای منبر میگه که همون غیچراس دندانش شنیده شد، میگه بعد یک جا نشست و گفت که مردم گفت جمع شد، مردم مهاجر، مردم انصار جمع شوید و ما رو کمک کنید و برای من اشاره کنید، یعنی که من از شما مشورت میپرسم. بعد خیلی که در این در همین به همین مانند نامه از عبدالله بن مسعود نیز آمده است، خیلی که در تاریخ طبری نقل می شود. عمر بن الخطاب گفتن که من چیکار کنم؟ من برایم خودم روم و بین کوفه و بصره در منطقه واسط نشینم و بعد لشکر از اونجا اداره کنم تا اینکه خدای تعالی به دست من با فتح زیادتر دهد، یا نروم چیکار کنم؟ همین مشورت عمر بن الخطاب از اصحاب پرسیدن. اونجا طلحه خیست رضی الله عنه رأی خودش گفت، زبیر خیست رضی الله عنه رأی خودش گفت، عبدالرحمن بن عوف خیست رأی خودش گفت، عثمان بن عفان خیست رأی خودش گفت. خب بعد اون که عثمان رضی الله عنه سخنش رو تمام کرد، علی بن ابی طالب رضی الله عنه خیستند و گفتند، یعنی که مشورت دادن با عمر بن الخطاب و گفتن که جایگاه فرمانده سپاه همانند رشته است که مهره ها را در آن کشند.
یعنی تشبیه داد، گفت که مثل یک ریسمانی هست که همون مهرها رو در هم جمع میکند. اگر گفت آنها در کنار هم میایستند، گفت اگر اون رشته بگسلد یعنی کنده شود، اگر این رشته گفت مهرها پراکنده میشوند و دیگر چیز هم مفترق میشوند، برای خودش میرود. گفتن که عرب ها امروز اگرچه به شمار اندک هستند ولی با وجود اسلام بسیارند. این سخن علی ابن ابی طالب است و به سبب اتحادشون پیروزند. یعنی که ما نباید که از اون 150,000 که جمع شدن ترسیم. گفتن علی ابن ابی طالب ما درست از عدد ما اندک است از اون زمان، مثلا مردمی ساسانی ها داریم که فارس ها داریم، لیکن ما گفتن بسیارتر هستیم با اسلام. تو محور این آسیاب باش و ساکن بر جای. به نیروی عرب آسیا رو به چرخش درآور و آتش جنگ رو برافروز. یعنی که گفتم مثل همون آسیاب است که همون آسیاب چرخ میزنونی و عرب رو رهبری میکنی. خب زیرا که اگر از این سرزمین بروی، عرب ها از اطراف پیمان بشکنن که عرب هایی که حالا نو در زمان که ابوبکر صدیق با اونها جنگ مرتدین بود، اونها که از دین گشته بودن، حالا اونها گفتن درست از به سر خم کردن، لیکن اگر تو از اینجا برآمدی احتمال زیادی باز شورش های دیگر شدنش ممکن است. بعد گفت وقتی که تو برآمدی به این شکل، همیشه چه خاطرت ناجمع است، شاید پریشان است که من در قفا هیچ کس نگذاشته اومدم. وقتی که هم فکر دشمنی پیش میکنی، هم دشمن قفا رو میکنی، لیکن دشمنی که در قفا گذاشتی بسیارتر تو رو مشغول خواهد کرد. علاوه بر یک مشکلی دیگری رفتنی تو این است که یکمش این بود. دویمش میگه اگر تو خودت برآمده روی، میگه ایرانیان فردا وقتی تو رو بینن گوین که ریشه عرب اومد، اگر اون رو قطع کنیم چی میشود؟ همونجا آسوده میشد، دیگه جنگ ما غلبه میکنیم. و همین سبب میشود که حرص آنها و طمعشون در نابودی لشکر اسلام زیادتر شود. میگن که شاه آنها رو که نابود کردیم، دیگر آنها نابود خواهند شد. اما شما گفته که اونها اومدند و جمع شدند و با مسلمانان جمع کردن هستند. این حضرت علی میگن که از آمدن آنها به جنگ مسلمانان ناخوشتر، یعنی که الله تعالی از این چیز ناخوشنودتر است، لیکن الله تعالی توانا هست که این ناخوشنودی را چه کند؟ دیگرگون سازد، یعنی شما را فتح دهد، نصرت دهد. اما درباره بسیاری لشکر فارس علی ابن ابی طالب گفتن که ما در گذشته هرگز به پشتگرمی انبوه سپاه نمی جنگیدیم، با امید یاری و مدد الله تعالی بودیم که ما می جنگیدیم. لیکن نباید از این عدد اونها خواطر شد، عدد زیاد اونها برای ما رو خواطر نکند، زیرا که ما چی همیشه با یاری و کمک و مدد الله تعالی نصرت میافتیم. یعنی این بود اشاره علی ابن ابی طالب به همین چیز. غیر از این در دیگر کتاب‌های مثلا قوم هم دیده میشود که از ابو عبدالله علیه السلام یعنی جعفر صادق میگن که آیا اونها در جزیه حق دارند یا نه، یعنی که از اون حقی که جزیه که گرفته میشد برای اونها داده میشود یا نه. گفت که اونها در جزیه یگان حق ندارند. یعنی که این امام ها را هم اعتراف میکنن. مثلا دعای از امام سجاد رضی الله تعالی عنه است که درباره اهل ثغور دعا میکنن. اگر خطا نکنم یا دعای 27 بود یا دعای 28 یا 26 بود نمیدونم، در اونجا خیلی دعای خوب نسبتی آدمایی که در سرحدها با دشمنان جنگ میکردن داشتن. در همین مشورت علی ابن ابی طالب یه نکته جالبی دیگر است که در بدایت سرشوی همون خطبهشون اومده است، خیلی که همین ابن اکثم در فتوحش نقل میکنه، میگه که علی رضی الله عنه گفت که یا امیر المؤمنین، ای امیر مؤمنان. یعنی علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه بزرگ است و بزرگ مثل عمر را به عباره امیر المؤمنین خطاب میکنه. غیر از این میآید و اصحاب پیامبر را بزرگترین اشخاص وصف میکنه و میگه که فجعل له اعوانا اعز بهم دینه و شد ازره و شید بهم امره. در حقیقت وصف عجایب است. بین علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه میگه که خداوند بود که یعنی که جعل، خداوند برگزید آنها را، خداوند آنها را اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم گردانید. زبان شخصی که به آنها طعنه میزند قطع باد. امام علی رضی الله عنه میگن که خدا اونها را اعوان و یاردمچی ها یا اصحاب و همنشینای محمد قرار داد که اعز بهم دینه، با آنها دین خودش عزیز کرد، و شد بهم ازره، و پیامبر چوکر یاوری کردن آنها و دین خودش را، دین خدا را با آنها پیش برد
و قسم بهم کل جبار عنید و توسط اونها به دست یاران محمد کمر هر ظالمی و شیطان رجیم رو شکست. یعنی این از وصف علی بن ابی طالب برادران خودش از اصحاب محمد، چی مهاجر باشد چی انصار، که اونها رو میگه که اونها دین رو عزیز کردن. بعد اون دیگر همون چیزایی که گفتیم نقل میکند. لیکن اینجا با یک چیزی دیگر از علی بن ابی طالب، اون چیزی که طلحه اشاره میکند، یا اینکه بعضی از اصحاب اونجا اشاره کرده بودن، گفتن که یکی از اصحاب خست و گفت که کار آسان است، گفت تو برای مردم شام نویس، برای مردم یمن نویس، برای مثلا چی کنن اهل شام، برای همه جا برای جمع شن روان جنگ. علی بن ابی طالب گفت این تاکتیک، این فکر اینقدر فکر خوبی نیست، این یعنی که مشورت خوبی نیست، برای اینکه گفت وقتی که اهل شام همگی به جنگ برآمدن، قفای آنها احتمال است که ویزانته هجوم بکنه وقتی دیدن که اونجا خالی شد. وقتی اهل یمن همگی جمع میشن طرف عراق میان، یمن خالی میشد، احتمال حبشه هجوم کردنش است. بنابراین گفتن که این فکری خوبی نیست. خب این بود اشاره های علی بن ابی طالب به عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه. خب به سوال باز میگردم عزیزان، آیا در زمان علی بن ابی طالب فتوحات شد یا نشد؟ گفتیم که جنگ داخلی بود، اونجا جنگ جمل شد، جنگ صفین شد، جنگ اون با خوارج شد. صاحب تاریخ یعقوب میگه که تاریخ یعقوبی، اینم یکی از علمای شیعه هست، میگه که هنگامی که علی بن ابی طالب از جنگ جمل خارج شد، یعنی که جنگ جمل تمام شد، جعد بن حبیره که جیانش بود، یعنی خواهرزادش بود، برای فتح خراسان فرستاد. طبری میگه که شهر ابرشهر کفر ورزیدن، از دین گشتن، سرکشی کردن، شورش کردن. علی ابن ابی طالب خلید ابن قره یربوعی را فرستاد، او رفت نیشاپور را محاصره کرد، تا اینکه اهل نیشاپور صلح کردند. بعد از نیشاپور به سوی مرو رفت، اونها شورش کردند، اونها را هم با صلح کردند، تا میگه که در همین مسیری بین نیشاپور و مرو دو شاهزاده شاه دختر را اونها اسیر گرفتن، میگن که هر دو اونها به علی ابن ابی طالب فرستادن. این نقل تاریخ طبری هست. اینچنین ابن خیاط در تاریخ خودش میگه که در حوادث سال 36 هجری، بعد از یک سال خلیفه شدن علی ابن ابی طالب، میگه که و در همین سال حارث ابن مره عبدی را از بحرین برای غزو هند فرستادن. میگه شهری مکران رفتن، به قندابل رفتن و به جبال فیقان رفتند و اونجا دیگر فتوحاتشون خیلی پیش رفت. و اینچنین در فتوح البلدان بلازوری میگه که سال 38، یعنی که اول سال اخیر 38 و اول 39، علی ابن ابی طالب میگه که حارث ابن مره عبدی را به چی فرستاد؟ به بلاد هند فرستاد و میگه که او وقتی بازگشت میگه هر روز 100 سر مال تقسیم میکردن بین مردم، یعنی که غنیمت بسیاری آورده بود. یعنی خلاصه در زمان خلافت علی بن ابی طالب قسمی از خراسان و آسیای میانه و هند و افریقای شمالی فتح شده است. خیلی گفتیم برادرزادش گفتیم فرستاد و ابن جعده رو تو اینکه خراسان رو فتح کند. برادرزادی علی را پسرش، یعنی کمی جعده ابن حبیره، پسرش عبدالله ابن جعده، خیلی انسان پهلوانی بود که این مردک میگه رفت و قندهار را فتح کرد. قندهار امروز پایتخت جنوبی افغانستان است. خب در اینجوری در تاریخ طبری آمده است همین روایت که همین فتح قندهار را مردک کرده است. و در کتاب صفین نصر ابن مزاحم بنویسد که ببینیم برادران نصر ابن مزاحم چی میگه؟ در زمانی که علی بن ابی طالب با معاویه بن ابی سفیان در جنگ بودند در صفین، بعضی صحابه ها و بعضی خود تابعین ها را حیران شدن که ما چه خیلی با مسلمانان جنگ میکنیم، ما چه کردن ممکن نیست. بنابراین بعضی شاگردای ابن مسعود رضی الله تعالی عنه آمدن نزد علی بن ابی طالب گفتن که ما نه با طرفدار تو جنگ میکنیم نه بر ضد تو، یعنی ما تو فضیلت میدونم، تو انسان بزرگ هستی، تو داماد پیامبری، تو از سابقون و مهاجرا هستی، لیکن ما دلمون نمیشه که به مسلمان شمشیر کشیم. 400 نفر بودن میگه اونها. وقتی که نزد علی بن ابی طالب این سخن رو گفتن، علی بن ابی طالب گفت که خب اگر که این طور باشه، گفت شما رو میتونیم ما به سرحدی رای فرستیم که امروزه مثلا نزدیکی تهران است، برای فرستادن به تهران گویم به زبان حاضره. خب یعنی که میگن که اولین
پرچمی که علی ابن ابی طالب برای فتوحات فرستاده بود همین پرچمی که با رای رفت که همون پرچم صاحبش ربیع ابن خیثم بود. ربیع ابن خیثم بود که علی ابن ابی طالب برای چی فتح یا که پخش کردن شورش مردم رای فرستادن، چون که رای در زمان عمر فتح شده است رضی الله عنه، لیکن برای پخش شورش اونها علی ابن ابی طالب همین ربیع ابن خیثم رو فرستادن. ببینید یک توده با علی بودن، یک توده با معاویه بودن، یک توده گفتن که ما با اونها همراه نمیشیم، یک توده دیگه گفتن که نه ما گفتن ما سرحدا فرستادیم، گفتن ما با مسلمان‌ها جنگ نمیکنیم با دیگه طرف میریم، که علی اونها رو فرستاد. ببینید عدالت علی و ببینید علی خوش معاملگیش که با اونها دعوای نکرد، گفت من حق من دامادم، من شواری فاطمه هستم، من پدر حسین هستم، نگفت، بلکه گفت که روید فلان فلان جا رو حضرت علی با اونها چیکار. بعد میگن که علی بن ابی طالب قوم باهیله را، باهیله یا قبیله عربی هست، گفتن که به خدا که من شما رو بد میبینم و شما رو مرا بد میبینید، این عطاهاتون رو گیره، یعنی که اون چیزی که از دولت برای اون داده باشید اینو گیره، گفتن روید و طرف دایلم روید. دایلم برادر امروز در همون شمال ایران است، از شمالش بحری مون قزوین است، این که بحر خزر است، از غربش میگن که آذربایجان است. یعنی اینجا خیلی مردم سلاحشورند، خیلی مردم جنگاور هستند، قهرمان هستند، اونها رو برای جنگ کردن با مردم دایلم فرستادن. یعنی که همه اینها برادر دلت بر چی میکنه؟ همین چیزی که ما آوردیم اینجا دلت بر اون بکنه که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در فتوحات نقش داشتن. یعنی که بعضیا او رو نادیده میگیرن نقشش رو، بعضیا تماما انکار میکنن که اینم خطا است، اینش هم خطا است، اینش هم خطا. بلکه در زمان علی فتوحات بود، چه خیلی گفتیم در هند کمتر جا فتح شد، در آسیا میمونه، در ایران بعضی شورش ها رو پخش کردن، چون که والی علی بن ابی طالب در بصره عبدالله بن عباس بود. وقتی که مردم فارس و شیراز و اهواز و خوزستان اونجا شورش کردن، ابن زیاد رو فرستادن و ابن زیاد رفت و اون شورش ها رو پخش کرد. بنابراین علی بن ابی طالب فتوحات را قطع نکرده است، اونچنان که بعضی دروغگوها دعوا میکنن. این بود خلاصه جوابی برادری که درباره فتوحات در زمان علی پرسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.